به نام یاد خدا. سلام هموطنان عزیز، سپاس که بیننده چینل کابل شیرین هسته. خوش آمدید میگم تان به یکی دیگر برنامه کمکی. قیس جان خوش آمدی. خوش باشه لیاقت صاحب. سلام و عرض ادب خدمت شما نازنینان. خدا کنه جور صد سر حال باشین. روزا و نمازتان به درگاه حق قبول باشه. آمین. ختم و خیراتتون هم به درگاه حق قبول باشه. بخیر شو 29 است دیگه. کلگی احساس خوشبختی و خوشحالی داره که صبح است. دیگه معلوم نیست ساعت 12 یا 1 بجه شب باز شاید که فکر کنم که ماتا که نبینن بازید میشه نه. اگر معلوم شاید نمیشه. چی رضای الله است. بشک. هر چی که باشه ما تابع امر هستیم. بشک. قیس جان قسمی که دوستان میبینن در پیش تام چابری و سوایی دست شاید دید باشه. لباس و چبلی است. این برنامه از طرف آمد جان قیاسی هست. خدا قبول کنه. لطف کرده، مهربانی کرده، 10,000 افغانی روان کرده، گفته برای کودکای عزیزی که کار شاقه میکنن در روی سرک برشان لباس بخره. باز خیبر جان 8 نفر شرف سروی کرد که تخم مفروشن و موچیگری و بعض کارهای دیگه. باز 2 تا دخترکایی که در کنار ماست تصویر میبینن یا چی کار میکنن باز پرسان میکنیم از که لباس آوردیم برای چطور هستی دخترک؟ خوب هستم. جان جور است؟ بخیر باشی. چی کاروبار میکنی؟ تخم میفروشی. او بهش من خوارش هستم. تو خوارش هستی؟ تو چی میفروشی؟ من تخمم میرسه. نه افتخار هستن. افتخار هست. نامت چی است؟ مریم. مریم جان ماشاءالله. مریم جان باز مکتب میری؟ نام خدا صنف چند؟ 3. صنف 3. تو مکتب میری؟ صنف چند هستی؟ 3. 3 ماشاءالله. کدام تان اول نمره هستی در مکتب؟ معدی او اول نمره هست؟ والله اینا لیاقت صاحب ماشاءالله. به استعداد طفلا. نام خدا. اندازه زینب جان است. اگر زینب میبود شاید کتش که شعرام میگفت، قصه میکنن، فکایی میگفتن. شعر فکایی قصه به همسن سال داری که تقدیم کنی؟ کدام شعر نداره؟ نه. یک دو یاد داری؟ نه. یک دو بخوان. نه. بخوان. 1 2 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10 6 2 12 7 2 14 8 2 16 9 2 18 10 2 20. ماشاءالله. خب قیس جان فقط نگفتی که سبا چی گپ است؟ سبایی دست که کالای نیمه دوز هست. خیال یارکیم در سر هنوز. چی میگی؟ بگو با یارکیم جنگی چراستی بیاشتی کنیم دنیا دروز است. سندار گلم ایدت مبارک، خوشی و دید و دیدت مبارک، خوش و دیدت مبارک. ایده براتون تبریک میگم هموطنان عزیز. ایده براتون تبریک میگم از صمیم قلب. دیگه روزای عید خوش داشته باشه. اگر امشب عید شوه خو ما میت میکنیم صبح. اگر عید نشد باز سباش خواهد هر روز تانید باشه، شادتان برات باشه. فقط همین لطف و مهربانی را کامد جان قیاسی کرده. خدا قبول کنه. قیس جان به خاطر سال مادر جانش بیاجی ماری قیاسی خدا مغفرت کنه. این اولش هست با لطف مهربانی کرده که لبخند بر لب کودکا بیاره. گفته لباس بگیره. 10,000 روپیه به خیبر جان روان کرده که باز ما به خیر آمدیم. این 2 نفر خوارکاره کمیجا لبخند بر لبشان بریم توفایشان تقدیم کنیم. باز میریم به خیر 8 نفر که سروی کردیم. نگفتن نبونه ببخشید بسیار زیاد لیاقت صاحب، چون به خاطر از اینکه شب است هموطنان عزیز، شب عید هم است، بسیار بریوار هم در یاد است، چون اینا سرویس شده بودن. به خاطر از اینکه اینا کودکایی هستن که وقتی که یک انسان امید میده که میگه یک چیزی بچه‌م برات میگیریم، باز اونا هم تو چشمبرا میبونن. به خاطر از اونمو اینا اجازه نداشتن که تا این وقت شاده بیرون باشن. باز ما وظیفه گرفتیم گفتیم من رقم باشم میریم خیر به در منزل توفیتان تقدیمتان میکنیم. باش تو که چابیای چند سال هستی مریم؟ اینمی به 8 ساله است. اینمی به 8 ساله. نام خدا خوب شب دیگه که هموطنان عزیز انتخاب کردیم ما بر ازیا. اینا ببینید ماشاءالله. نه از خوراک دیگهش هست. چی یک شب دیگه که نه از خودش هست. از خودش از بیخی. دیگه واس کو قیس جان؟ این شماره 28 است. این 29 است. این 29 است. کی رو بگی این 28 است. این 27 است. فکر کنم.
این 27 است. 29. 29 ای است دوست مریم. بگی تو بگی این را در پایکت کن مریم جان. نیورو والله میگم تو که بپشت یک دفعه پای بپوش که اگه خورده کلام بود که باز ما ببریم سر دکاندار تبدیل کنیم دیگه نه برای با خیر استفاده کنی. با کاکا جان چی گفتنی داری که تو فراری کده؟ چیز نه. بگو تشکر. تشکر. کنی بده لباسای مریم این را بگی تو لیا خواب سایت پیشت مریم جان. اینه یاد خدا. سلام هموطنان عزیز، سپاس که بیننده چینل کابل شیرین هسته. خوش آمدید میگم به یکی دیگر برنامه گمتینا که کودکای عزیز دی برشان خواهد جان تام سلام تقدیم خدا قبول کنه. سلام عرض ادب خدمت تک شما نازنین. خدا کنه جای سر حال باشین، روزه و نمازتان بادگار حق قبول باشه ان شاء الله. که امشب امکان از 50% که فردا عید است یا پس فردا شاید ساعتای 11 بجه شب اعلان شب عید به مو وقتای شب معلوم میشه. قیجان امروز کودکای عزیز لبخند که به لبشان آورده از طرف حامد جان قیاسی است. خدا قبول کنه، زنده باشه، سلامت باشه، لطف کردین. خداوند مادر جانش بیبی قیاسی را که سال اولش از ایدیش خداوند بیامرزش بهشت برین نصیبش کنه. باز توفه روان کرده برای کودکای عزیز که ما چبلی به دلخواه خودشان خریدیم و پلون و بلوز. خوب کردن. امروز تمیم جان آمدیم فقط یک پرسانشان میکنیم که خوش هستن که این توفه را برشان حامد جان قیاسی روان کرده یا نه. تو شروع کرده. نامه که چیست؟ عبدالحی. عبدالحی جان خوش هستی که ایدت با این سپری کنی با این بلوز؟ بله. چی کار میکنی؟ من ناخنگیر چیزا سودا میکنم. جراب. آفرین، افتخار ماستی. تشکری که از حامد جان. تشکر حامد جان که اید ما را خوش ساختید ما. ساختم. خیلی. یعنی قندولک نامش چیست؟ شکرالله. شکرالله. تو چی کار میکنی؟ من تخم فروشی. روز چند کار میکنی؟ صدر. خوشحال شدی که چبلی و پلون بلوز برات خریده؟ بخیر کنه کنی. نام تو چیست؟ محمد جان چی کار میکنی؟ تسبیح میفروشم. آفرین. خوشحال شدی که توفه را از طرف حامد جان گرفتی؟ بله. بخیر کنه کنی. خودت منیر. منیر جان. موچیز. موچیز. خوشحال شدی؟ عید خوش برات آرزو داریم. نام تو چیست؟ عتیق‌الله. عتیق‌الله جان. خودت چی کار میکنی؟ آیس کریم میفروشم. آیس کریم؟ خوب کار میکنی. خوشبخت شدی؟ از طرف حامد جان است. فقط دعا کنی بر بیبی جی قیاسی. سلام علیکم. و علیکم. مجاهد از تو بسیار گله گذاری دارم. نگفتی چطور؟ خیس نگفتی که از من مجاهد چی گله گذاری داری؟ از یا گله گذاری دارم. تنها از مجاهد نمیم. نه. خوش شدی؟ بله. تشکر میکنم. تشکر. تسلیم شو بخیر. بخیر کنه کنی. بخیر باشی. خیر از گله گذاری نمیمانیم. چرا که مجبور هستی. مجبور است که رزق روزی که از طرف فامیل سرازی تعیین شده باید پیدا کنه. نام تو چیست؟ سوراب. سوراب جان خوشحال شدی؟ بله. روزی دو خوش داشته باشی. فقط دعا کو برای بیبی جی قیاسی کی توفه از طرف از اموست از طرف حامد جان. خودت؟ تبسم جان چی کار میکنی؟ بولانی میفروشم. امتحان. افتخار میکنی. خوشحال شدی لباس ها رو که برات گرفتیم به انتخاب خودت؟ فقط دعا کنه برای بیبی جی قیاسی کی توفه رو براتان روان کرده. گفته که به کودکای عزیزی که زحمت میکشن افتخار میکنن برای فامیلشان روزی پیدا میکنن میبرن از اولی کف دست خود روزی حلال میبرن. دیگه شما دعا کنه برای بیبی جی قیاسی که سال اولش هست و با کاکایتان با کاکامتتان که توفه رو روان کنه.
دیگه بخیر و خوبی دیگه دید پاک و منظم بپوشین و عید مبارکی کنه که بخیر بپوشه بخیر کنه کنه. فکر میکنه که سبا عید است؟ من خو میگم سبایی برازیا خمیالید شد دیگه برازیا خمیالید شد. برای شما هر دقیقه خوشبخت باشه، لبخند به لبتان بیارم مثل آمد جان که امروز آورد عید است براتان. هنه؟ قیس جان دیگه تو چیز گفتنی داری که برنامه ما کم میشه اینجا؟ مشکل نیست. تشکری میکنم که از آمد جان ریاسی لطف کردین، زنده باشین سلامت باشین که تو فراوان کردین و طفلای معصوم. خودتان میفهمید که کل از یا کارگر هستن. جهان سپاس. خدا هم بیاجی ماری ریاسی را مغفرت کنه. بسیار یک خانم مهربان بودن. خدا بهشت برای من نصیبشان کنه. آمین آمین. 10,000 روپیه روان کرده بود قیس جان، یادآور شیم محمد جان برای کودکای عزیز که لباس خریدیم، چبلی خریدیم به دلخواه خودشان. خداوند پاداش نصیبتان کنه، خداوند نیکی را بهشت بری نصیبش کنه. دیگه برنامه ما کم است قیس جان، اگر نداری که مزاحم دکاندار نشه مشکل نیست. خداحافظی میکنیم. لیاقت صاحب بخیر استفاده کنین، دعا کنین با کوکویتان. دیگه چیزی گفتنی اگر داشته باشی لیاقت صاحب؟ ما گفتنی ها بود خب گفتم دیگه. همه که یا لبخند به لبشان آمد خوشبخت شدن به این شوید، البته که شوید باشه یا نباشه خیر از به یا فرق نمیکنه که همین دقیقه خوشبخت شدن دیده از برشان. جا داره تشکری کنیم از آمد جان قیاسی که لطف کرد، مهربانی کرد در چینل کابل سوید که همیشه همکار ما بود، همیشه کمک روان میکرد بر هموطنان نیازمند خود. عید و خیر برای کودکای عزیز تحفه روان کرد. خداوند ثوابش برای بی‌بی‌اچ قیاسی برسانه. الهی آمین. این بود برنامه که خدمت شما تقدیم شد. تا برنامه بعد دیگه که در حضورتان قرار میگیریم. شما بگویید که عیدتان مبارک. عیدتان مبارک. بای بای کنید. خدا حافظ.